هیچی دیگه بابا، صابخونه خیلی گیر داد یارو. خلاص اونجا بلند شدیم. آره اومدم یه خونه جدیده. آره اومدم یه خونه جونتو گرفتم شیک، طبقه دوم. اول خواستم طبقه چهارم بگیرم، دیدم پلاش زیاده، خانم اینا ناراحت میشن پله زیاد بالا پایین برن. آره طبقه دوم یه خونه گرفتم شیک. آره جونتو الان راحت نشستیم و هیچ خیالی هم نیست و تلفنش هم اتفاقا تازه وصل شده. آره جونتو اتفاقا خوبه، رو به منظره بازه و آره منظرش عالیه. اینا آشپزخونه، دستشویی، توالت اینا همه اوپنه. آره خیلی خوبه، شیک و راحت نشستیم اینجا و جونتو. آره خلاص آب امشب پاشیم بیایم با خانم بچه خونه ما. آره پاشیم بیان، پاشیم یه سر بیان اینجا بشیم دور هم شام بخوریم. آره قربونت برم. چیکار کنم برات؟ وای کاشکی قربونه دیروز باز مامانتینا اومده بودن اینجا. برو ببین کی، برو ببین کی. وای پا سلام همین جا. همین حالت خوبه؟ باش تازه تصدیق کرد. بفرم. وای بابا انت زجر میکشه بچه. تکیه بده بابا، استراحت کن تو. حالی شما آقا محسن هستن از دوستان. قربون شما خوبی همین جا؟ خیلی خوش اومدین. حوصله‌اش سر رفته بود حسابی. خوبی؟ امیر جان پاش خیلی درد میکنه. این پام داره منو میکشه. نگاه چرا اینجوری کردی تو؟ حواست کجا بود؟ همین پاش این پا. نمیدونم نه دست نزنین که درد میکنه. دستم نمیشه زد. شما نه. از دیشب تا حالا یه شیشه قرص خوردم، نخوابیدی؟ خوب نمیشه، دردش خوب نمیشه. روحیت چطوره؟ هیچی بابا، حسابی کسله. هر کاری میکنه یه خود حالش جا بیاد، بگه بخنده. اشکال نداره. این آقا محسن هست. آخ راست میگه. میخونه یه دهن برات اصلا کیف کنی. خیلی قشنگ میخونه. بخون آقا محسن. بخونه. همین رویه همین عوض تو تکیه بده حال کن عوض میشه. گوش بده همین جان گوش کن، هنرمنده واقعا. بخون. تکیه بده راحت بشه. بخون محسن جون. ببخشید همین خان، البته ما ادعایی نداریم، واسه دلمون میکنیم. بخون ما استفاده با عزت استادا دیگه اینجا نشستن، شرمندتم. چی فرمودی؟ با عزتون میخوام یه آوازی بخونیم شما شاد بشین. البته من ادعایی ندارم، واسه دلم میکنم. قربون شما. خواهش میکنم. درد پاتم فراموش میکنی. ساکت تمرکز تو بده به آواز. خواهش میکنم. با عزتون. خواهش میکنم. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، مرغکی باشم، مرغکی باشم، چند روزی قفسی ساختنم. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست بس دست درد نکن. رویش عوض شد. بریم. شرمندتونم، صدام یه ذره گرفته. بریم. ببخشید. ببخش. این به این پشت نخورید. موضوع پاش باشه. ببخشید. معذرت میخوام همین. ای باب خانوم باب. من توی خانوم
تشریف بیاری. آمدم جانم آمدم. دریا رو میبینید چقدر قشنگه امشب؟ بسیار زیباست. بله. اصلا صدای دریا با آدم نشاط میده. خیلی زیبا. آدم لذت میبره از این دریا. بله بله. چه هوایی. به 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 به. شما هم دریا رو دوست دارید؟ بسیار بسیار. بنده خودم شناگر هستم. بله بله بله. امواج رو میبینید؟ امواج رو خیلی زیباست. چقدر زیبا هستن امواج. بله بله. من دلم میخواد الان برم تو دریا. ولی الان هوا طوفانی ها. آقای عطار من باید برم تو دریا. من نمیدونم. به هر حال اگه خواستید برید من مراقبتون هستم. من حس میکنم این امواج منو صدا میزنن. بنده نجات غریق هستم. اگه مشکلی براتون پیش بله. اومد منو صدا بزنید. پس من میرم. بفرمایید. با لباس میرم. شما هستید؟ بله بله. من رفتم. کمک! کمک! چی شده؟ چی شد؟ کمک! دارم خفه میشم. کمک! آمدم. آقای عطاران کمک! آمدم آقا. خواهش میکنم. یک لحظه تحمل کن. کمک! آمدم الان میام. آمدم. آمدم اینو دریارم. الان میام. مقاومت کن. الان میام. الان تموم میشه. مقاومت کن. خب احمد آقا. چی دیر شد؟ نمیام. مادر بلند شد. بابا یه توپ بیار جایی نکن. دیر شد. سعی میکنه که تیم رو به جلو بکشه. دیدار شناوریش که من رو یاد ورزش‌های آبی میندازه. بزن دیگه خیلی بابا. دیدار حساسه. ضربه‌شو میزنه و توپ را اوت میشه. این دیدار در چارچوب مسابقات جام جهانی بابا نگاش کن. زود نگاش کن. برگزار میشه. شوت کن بابا. حرکت آهسته رو میبینیم ما. ضربه رو میزنه و توپ رای دروازه میشه. توی دروازه. حرکت آهسته رو یه بار دیگه میبینیم با هم. خیلی عالی بود. توی کشور حسین رفت و برگشت. ضربه رو میزنه و توپ رای گل میشه. گلو زدن بریم ها. تموم شد دیگه بلند شد. خب گل گل زدن بلند شد بریم. دیر شد. بریم. داور در سوتش میدمه و اعلام آقا پشت صحنه ساکت باشن عزیزم. دارم توضیح میدم واسه بازیگر. خب حالا
با قدرت، با تمام قدرت از درون باید بجوشه. شما ناراحتی، این اسب سالها واسه تو سواری داده، نمیتونی به این سادگی دست برداری. حالا میگن این اسبت مرده. چه موقعی؟ وقتی که موقع مسابقه است. بله. متوجه شدی حرفای منو؟ حس تمام آقای رادشاه. خیلی ممنون. کاری دیگه ندارید شما؟ من فقط آروم باشن پشت صحنه. چشم متوجه شد. دوستان حاضر هستن؟ همه حاضر هستن؟ خانم لطف کنید کلاکت. دوستان حاضر هستید؟ بفرمایید. خانم کلاکت رو لطف کنید بگیرید. کلاکت رو بگیرید. بفرمایید دوستان این برسن. ساکت باشید عزیزم. بله. کلاکت رو بگیرید. آقا کلاکت رو بگیرید. عوامل حاضرن؟ من حاضرم. ضبط میشه. 3 2 1. آخه چرا من اون اسبو تنها گذاشتم؟ یکی نیست بزنی تو گردن من بگه آخه چرا من اونو تنها گذاشتم؟ چرا؟ آخه چرا؟ اسب قشنگم، اسب خوبم، چرا من تنها گذاشتم؟ آخه چرا من اونو تنها گذاشتم؟ چرا من اونو تنها گذاشتم؟ این کیه؟ چرا میزنی؟ این کیه؟ آقا کات نبود که جزو داستان نبود. کیه این؟ آقا شما از کجا میاد عزیزم؟ سلام عرض کردم. یعنی کلا چی میزنه؟ شما از کجا میای؟ جزو در باز می‌ذاری. آخه عزیزم چرا میای تو باز؟ من خب اونجا رو نگاه کن، ما دوربین مخفی داریم، داشتیم عکس العمل ایشون رو میگرفتیم، دیدم تنها نشستن. آقا حال ما به هم خورد از این دوربین مخفی، خسته شدیم. چپ و راست دوربین مخفی. عزیزم زشته. من معذرت میخوام. آقا اینجا محل فیلم برداری. آقا جون چی عذر میخوایی؟ دیگه دل ما خون شد از این دوربین مخفیتون. من معذرت میخوام. ببخشید من کوچیک شدم. این سپایه رو بده به من. تو خجالت نمیکشی دوربین مخفی آقا من عذرخواهی کردم ازتون. حال منو به هم زدی. آقا سلام حالش. چرا اینقدر دیر کردین شما؟ یکم دیر شد دیگه. ببخشید. خیلی خوب. شما تا حالا رانندگی کردین؟ بله رانندگی بلدم. من فقط حقیقتش پارک کردم یعنی اونم بلدم پارک کردنم ولی ضعیفم یکم. گفتم حالا شما. خیلی خوب باشه. فقط این ماشین آموزشگاه نیستش. من برای که کار آموزشگاه رو راه بندازم ماشین خودم آوردم. یه کمی احتیاط بکن. تشکر. تشریف بیاریم بالا. عقب میبریم. عقب. جلو میدونی. چی کار کردی تو؟ عقب. بیرون ببر. برم یکم عقب برم.
این پدر زنم بود چی کار کردی تو؟ بیار بیرون رقم زمان بود داغونش کردی آخه تو فقط نیستی چرا از کجا تو دار میدی آیسا آه کجا تو پایی دار میدی وایسا نانو خورم میکشی به بخش سوم مسابقه امشب رسیدیم. این ستایی که از فینال اومدن به فینال رسیدن مال فینالیستان که اومدن الان فینال. شماره 1 خودتون یه بار دیگه معرفی کنید. شماره 1 یوسف صیادی هستم. تحصیلاتم از ابتدایی شروع کردم و بعد به راهنمایی رفتم و بعد از اون دبیرستان و بعد دیپلم گرفتم. بعد از دیپلم فوق دیپلم و لیسانس دارم و میتونم توضیح دیگه ندم. حالا همه اینا رو گرفتی چی شدی مثلا؟ شماره 2 با سلام رضا شفیع‌جم هستم. دیپلم اقبال همه دوستی. اسم رضا شفیع‌جم شماره 2 تام شد. شماره 3 رضا عطاران هنرمند. هنردوست بودی که دفعه پیش. خب آدم باید پیشرفت کنه. من بارها گفتم توی این مسابقه سن اصلا مطرح نیست. ببین با این سن کمش چقدر معلومات داره، چقدر پسر خوبیه. ایشون هم همونه که اون تیکر رو سند زدیم به نام مال خودش. خب قسمت هایی از فیلم کازابلانکا ساخته جیم وست رو با هم میبینیم. میریم که سوال های سینمایی رو مطرح کنیم. خب قسمت هایی از فیلم کازابلانکا ساخته جیم وست رو با هم دیدیم. 40 سوال هست، 20 تاش سینمایی است، 20 تاش طبق روال عادیه. بعد خب دستا روی زنگ، فشارم شما نده، یواش. خب مردی که از در وسط ماشین پیاده شد چند متر بودن؟ شما میدونید؟ به متر نرسیدیم. اگه به متر نرسید من واسه چی میگم؟ نگاه میکنه اینجوری. شما میدونی؟ بله 2 متر و نیم. اینو که من گفتم که چند متر بودن؟ نه من 2 متر و نیم. توضیح واسه من نده. چند متر بودن؟ یک کلمه. من اندازه اون 2 متر و نیم. نه اینا نیست. نه شما میدونی؟ بله متری حساب نکرده. تموم شد. ممکنه شما یه چیزی بگی که این اون باشه که ما، ولی اونی که تو فیلم بود. نفس بس چی میکشی؟ ده من نگاه میکن صدا نفست می نفس نکش. مسابقه است اینجا. خب دستا رو زنگ. مردی که متری حسابش نکردن چند کیلو بود؟ کیلو چند میافته؟ شما میدونی؟ 9 کیلو. نه تو فیلم 9 کیلو. نه یه چیز دیگه گفت. شما میدونی؟ بله اصلا مرد نبود. تو فیلم اصلا مرد بازی نمیکرد؟ نه خیر. بحث نکن. نه تموم شد. نه دیگه 10 دفعه که نمیتونی جواب بدی که. شما میدونی؟ بله تموم شد. سری جا یک کلمه جواب ده تموم شد. شلوغ میکنی اصلا چی میگی؟ لجبازی هم با هم نکنی. شما همه میفته به یه نفر که معلومات داره میسوزه، اونی که معلومات نداره میاد بالا. لجبازی با هم نکنید. یه کاری کنید به همه سوال برسید. خب سوالهای سینمایی به پایان رسید. میریم طبق روال عادی برنامه. دستا رو زنگ بزنیم پایین. کسی دیگه دست نزن. خب از کی بپرسم؟ از آقای 1. از آقای 1. خب یه مصرع شعر میخونم، مصرع دومش رو شما بگو. دردم از یار است و درمان نیز هم. دردم از میشه یه بار ببین نه دیگه 10 دفعه که نمیخونن که. تو عجز. شما میدونی دردم از یار است و درمان نیز هم. ماضی تفصیلی. دیگه دوباره بخونید 10 دفعه که نمیخون.
ببخشید نه بحث نکن. شما گفتید ادامهشو بخونید. نه بحث نکن. شما چیکار داری من چی گفتم؟ جواب سوال منو بده. شلوغ میکنی اذیتت میکنم. بحث خب از کی بپرسم؟ ایشون جز این که میتونه بگه از کی بپرس میتونه بگه کدام سوالم از کی بپرسم. ببین از کی بپرسم اینا رو. این سوال رو از خودم بپرس. این کن. خب کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ هول نش. یه بار دیگه نمیدونم. نه گوش کن. کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ 18 چرخ. به سوال من اگه دقت کنی میگی 18 چرخ. 18 چرخ. هول نش. با این سن کمش همه رو داره جواب. خب از کی بپرسم؟ این سوالو از خودم بپرسیم. کدومو؟ خودتون هر چی گفتین. هر جور. باری. آسون باشه. خب اصطلاح اسب پیشکشی رو دندونشو نمیشمارن یعنی چی؟ هول نش. اینو از دو بپرس. چون بلدی هول میشی. از دو اینو بپرس. از دو میپرسم. اصطلاح اسب پیشکشی دندونشو نمیشمارن یعنی چی؟ چون دیگه دندونی نداره که بشماره. اصطلاحاً میگم اصطلاح اسب پیشکشی دندونشو نمیشمارن میگه دندون نداره. دندون نداره من واسه چی میگم؟ معنی این شما میدونی؟ بله یه موقع یه اسبی رو میام به عنوان هدیه به شما میدن، دندوناشو مثلا اینجوری کرد نشون داد، شما باید بپرسید چند تا دندون داره. یعنی ضرب المثل دیگه، یعنی هر جا مثلا دندوناشو مثلا میگن نپرسید چون بده، مثلا زشته دندون اسبو نپرسید. اسب پیشکش میارم بعضی موقع. بعد خنده داره؟ نه ببند. نه ضرب المثلش خنده داره. نه اینا نیست. شما میدونی؟ بله این در مورد اسب پیشکش به کار میره این ضرب. 2 ساعت توضیح دندون قروچه واسه من میکنی واسه چی؟ خودشو شکل اسب میکنه واسه من توضیح بده مطلبو. یک کلمه بگو تموم شد پیشکش. خب از کی بپرسم؟ این سوالو از یک بپرس. یک هم میگم بلدیش میگم شما میتونی بگی میگه بله بعد خراب میکنه. بعدن از خودم. اینو از شما. خب فیلم شلوغ نکن، توضیح هم نده، بحث هم نکن، اینجا گردن میشکنیم. شلوغ نکن، یک کلمه جواب میده مختصر مفید. فیلم سینمایی سه کله پوک مال کدوم یکی از این سه نویسنده است که نام میبرم؟ آلفرد هیچکاک، بتوون، سینوهه. مال هیچ کدومشون نیست، مال یکی از اون کله. پس مال توئه؟ نه مال یک کدوم از اون کله پوکاست. من همون که من گفتم دیگه میشه مال تو. من کله پوک نیستم. نه آلفرد هیچکاک، بتوون، سینوهه. شما میدونی؟ شما میدونی؟ بله برای 3 تاشونه. تموم شد. بازی هم کردم. میشه امتیاز ایشونو بدین به ما؟ امتیاز ایشون هم بدید به ایشون. بدید به شماره 3. جواب من گفتم. شلوغ نکن. شماره 3 با 18 چراغ روشن 11,000 امتیاز، شماره 2 1 چراغ روشن 10 امتیاز، شماره 3 6 چراغ خاموش 120 امتیاز منفی. خب از کی بپرسم؟ همون آسونه رو از خودم. از خودش. خب شتر، گاو، پلنگ چند تا حیوانه؟ 3 تا. با این سن کمش ببین همه رو داره جواب میده، بحث هم نمیکنه. یه جایی هم گیر میکنه هول میشه. هول نشه همه رو بلد. خب از کی بپرسم؟ از 2. خب اینشتین نقاش بود یا موزارت فیلم ساز بود یا پیکاسو آهنگساز؟ 3 تاشون آدمای با استعدادی بودن. خب اینو که منم میدونم. سوال من اصلا فهمیدی چی گفتم؟ بله. میگه بله. اینشتین نقاش بود یا موزارت فیلم ساز بود یا پیکاسو آهنگساز؟ کارهای همدیگه رو بعضی موقع انجام میدادن. یعنی وقتی میکرد فیلم بسازه همینجور از خودش میگه. شما میدونی؟ بله. باز میگه بله. بگو. پیکاسو اصولا نقاشی میکرد سبکای مختلف. اینشتین تو کار
چیز بوده مثلا فیزیک و اینا. خب کار دانشمندان انجام میداد. موزارت چیز موسیقی زیاد گوش میکرد. بعد همه اینا هنرمند بودن. این جواب سوال منه. من اصلا اینو گفتم. میدونم چیکار کنم بود. بحث میکنی؟ من بحث نکردم. شما میدونی؟ حالا نگاه کن 1/3 توی. جوابشون درست بود فکر میکنم. تمام شد. شلوغ میکنید، بحث میکنی، معلومه چی میگی. جوابش درست بود فکر میکنم. یک کلمه توضیح داده. بحث با من جواب منو گفتن درست بود. توضیح واسه من من میدونم کی چیو گفته. توضیح واسه من. خب آخرین سوال 20 امشب از کی بپرسم؟ میگم حالا بعد از یک بپرسم. از خب. یک بپرسم. فرمول آب اکسیژنه رو میگم برعکس. شما درستشو میگی چیه؟ RB4A2BMRB. اینجوری من نگاه میکنم. میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ دیگه 10 دفعه که نمیگن. سخت بود. نه بلد نیستیم که سخت. بلدم. نه این سوال قبلیه. شما میدونی؟ بله. ام بیمار DNS. ام بیمار DMS. شما میدونی؟ بهرام بیل رو بردار بیار. قبول میکنیم ازش. بهرام بودو آچار بیار. BRM B2 بودو آچار بیار. بهرام بودو آچار. نزدیک گفت مطلب هول شده. خب آره من بد نشون دادم، بعد نزدیکتر. خب هر سه تا جایزه میگیرن، هر سه تا خوب بودن. امتیازات تقریبا نابرابره. همه چراغاشون خاموشه جز ایشون. یه 3-4 چراغمون پایین حالا میگم بچسبونن اینجا. امیدواریم از برنامه امشب ما خوشتون اومده باشه. برای ما نامه بنویسید. آدرس ما تهران، صندوق پستی. به امید دیدار شما در این برنامه. بینندگان عزیز سلام. در خدمتتون هستیم با برنامه آشپزی، این تفریح نوین. همه شما خوب میدونید که آشپزی یک نوع تفریحه. آشپزی یک نوع تفریحه، مثل رفتن به پارک، گردش در علفزارها، توپ بازی کردن در پارک ها و غیره و غیره. امروز میخوایم به شما یاد بدیم که چطور یک غذای بومی و خوشمزه درست کنید. اول یک پارچ پر از آب میکنیم که همکاران عزیز من به علت ضیق وقت این کار را کردن. یک پارچ آب داخل قابلمه میریزیم. به بوی مطبوعی داره این غذا. بعد مقداری سیب زمینی خورد شده داخل غذا میریزیم که همکاران عزیز من به علت ضیق وقت این کار رو انجام دادن. بله. سپس مقداری فلفل از توی کابینت بیرون میاریم و داخل غذا میریزیم که همکاران من به علت ضیق وقت در کابینت رو باز کردن و فلفل هم ریختن. سپس مقداری نون سنگک از سر کوچه میخریم که همکاران من به علت ضیق وقت این کار رو کردن و داخل غذای بومی میریزیم. سپس غذا رو کاملا هم میزنیم که همکاران عزیز من به علت ضیق وقت این کار رو کردن. حالا در قابلمه رو میذاریم و زیر چراغ رو روشن میکنیم. زیر چراغ رو روشن کن. همکاران عزیز من به علت ضیق وقت قبلا زیر چراغم روشن کردن.
خب حالا وای میسیم تا غذا کاملا بپزه. میدونید در موقع آشپزی حتما شما باید پیشبند ببندین که به علت ضیق وقت همکاران من این کار رو انجام دادن. خب الان موقع صرف چایی و استراحته که همکاران من به علت ضیق وقت قبلا این کار رو انجام دادن. حالا می ایستیم تا غذا کاملا پخته شه که همکاران عزیز بنده به علت ضیق وقت قبلا این کار کردن و اصلا غذا رو کاملا پختن. در انتهای برنامه ما از پروفسور بزرگ مزه شناسی و طباخی خواهش میکنیم که تشریف بیارن اینجا و ما در خدمتشون باشیم. پروفسور رو برو بیار. دقت داشته باشین. دقت داشته باشین. غذا همیشه باید در یخچال نگهداری بشه که همکاران عزیز من همیشه این کار رو به علت ضیق وقت انجام میدن. بله جناب پروفسور خیلی خوش آمدید. بفرمایید. عجب سریعه. بله جناب پروفسور بزرگی فرمودن و قبلا از غذای ما چشیدن و مردن. به علت ضیق وقت مجبور شدن که قبلا این کار رو بکنن. خواهش میکنم. جناب پروفسور بسیار خوش آمدید. در برنامه بعدی توصیه هایی از جناب آقای پروفسور که قبلا دوستانمون به علت ضیق وقت این کار رو کردن و نوشتن، این توصیه ها رو در جلسه بعد برای شما میخونیم. بینندگان عزیز، برنامه ما رو به اتمامه. امیدواریم که این غذا به شما خیلی زیاد بچسبه. من و همکارم به اتفاق جناب آقای پروفسور در این لحظه به علت ضیق وقت قبلا از شما خداحافظی شده. میخوام پای پر کنم. بده بس یه لیوان کامل بخوره سیر بشی. دست در نکنه عزیز بابا. دست شما در نکنه، زحمت نکش بابایی. عزیزم میتونی واسه بابا الف بای انگلیسی رو بگی؟ الف بای انگلیسی؟ آره. A B C 40 50 60 70 نه بابا نه خب اینو ولش کن بابا. نه بابا. الف بای ایرانی رو بگو. الف ب ت س 4 5 6 7 8 9 10 نمیخواد بگی نمیخواد بابا. اینا رو یادت دادن الف باست؟ مخلوط یاد میدن دیگه. خب حالا ولش کن بابا. یه شعر برای بابات بخون. اذیت میکنه بابا. گل همین 5 6 7 8 9 10 11 12 15 نمیخواد بگی. خیلی ممنون دیگه نگو بابا. بس. چیز دیگه بلد نیستی؟ چیز دیگه چی؟ هیچ شعر دیگه بلد نیستی؟ چرا؟ نابرد رنج گنج پنج چی؟
که شب میخوابه تخت و به اون کرده پیچ سعیدم از رو زمین برمیداره آلوچه میزنه با رنگ کف روی کت خندایی بابا سلام صد تا سلام خاندایی جان خاندایی جان سلام صد تا سلام دایی دایی خاندایی جان خاندایی جان خاندایی جانت میگه برو یه جا ساکت بشین منم میرم میشینم رو کلاه خاندایی سلام صد تا سلام خاندایی جان خاندایی جان 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 سلام صد تا سلام آقا عالی بود. خوب بود؟ آب اصلا بهترین سونایی بود که من توی این مدت رفته بودم. ماساژ هم داریم؟ بله ماساژ داریم. آب گرم هست، آب جوش، ماساژ با آب جوش، بعد خب اگه سوراخ میکنیم، آب و حوض هم خالی میکنیم. نه یه ماساژ آب گرم هم اگه به من بدین. ماساژ با آب گرم این کوفتگی پول بده. نه پول بده. پول آخر سر صندوق حساب میکنم، من کیفم همراه نیست. نه من نمیخوام. خاندایی دعوا میکنه. بیا این شاگردونگیتو بگیر حالا. بابا چقدر زیاده. شما همینجا بخوابین. همینجا؟ نه همینجا. نه همینجا نه. با لباس ماساژ میدی؟ بله اصلا سیستم ما چیزه با لباس بخوابین. این وری نه یه چیزی نشید. کدوم وری؟ این گوسفنده. باش نه. آها نه پام باش ببخشید پا دو لگت لد همین جوری باشا خدایی چی کار کنم آها بخوابید بله بس خنده دار بود شما اینم نون سنگه شدیم یکم کنجد بود خدایی من باید بخوابید یه دستتون رو بده نه نه درد نه باش عزیزم شما داری منو دلک میدی نه یه کسی رو نداری محکم مشتمال بده نه باش همچین میخوام خستگی چرونه منو وقتی ماساژ دادن حرف نمیزنه خیلی حرف میزنی دیونه همش تکون نخوری بسته بطوطم کشیدم بعدت بلند شد عزیزم گفتم یکی که درست بلد باشه اینجا ماساژ بده بله؟ گفتم یکی رو برو صدا کن اینجا درست ماساژ بده پول دادم بهت ای ببخش الان من اینجا منتظرم بگو استاد بیاد باش خانه ای؟ آقا سونا عالی بود یه ماساژ هم ما رو بدی چشم عزیز الان خیلی ماساژ چوبش دادی دایی؟ بله اتوش هم کشیدم ماساژ خشک میخوای دیگه جناب ها؟ ماساژ بعدش با آبه اونجوری نه اونجوری میمیره راکت باش تا وقتی بلد نیستی ماساژ بلد نیستی بدی؟ یکم رطوبت داشته باشه برید روش بایستا دایی بگه دستشه دستشه آره ماساژ خانه بسته فرشو بپیچون روش فرشو
بیا آقا اینجا درست بخوابونش داری بیا پاتی دراز کن خفه شو حرفم نه نه اونطوری میمیره از دو برم به پیچیرش وایسا اینجا سر فرش شریفه وایسا اینجوری یا همینجوری بسته بیا وایسا نه وایسا واسا که نرم نباید به اینا بدی اینا بدنشون خشکه بگیر اونجا رو ببرش آقا این آب سرد بنداز پاشو کردن از اینجا؟ آره بفرما این آب سرد خفه میشه اونجوری کجاست؟ الان میفهم مایچه بدن تو اگه شرم باشه نرم میکنه بره تو آب کلش تو خواهش تو آب چون بدنش سرکش برو تو آب سعید بله خودکفا نباش باشو بگی یکم بچنیمش بچنیمش کدوم ولی؟ این ولی خوبه دستش بس کشش خسته نباشی خانم بدنتون الان حال میاد الان بدنت حال میاد بلند شید باش بذار خشکیش کامل بشه برو تو آروم میکشی جا نه دایی جون چیزیش بوش پولش داده؟ پولش هم دا اینا آقا بازم بیا آقا سونا مال خودتون خدا فقط هم بی ادب خداحافظی نکرد سبه نیست یا علی منم بدنم درد گرفت اینجا درد میکنه بدنم؟ آره خیلی؟ اینو ماساژ دادم اینجوری شد کجا تو داری ببینم؟ اینجا اینجا؟ آره اینجا نه نرمت میکنم بایسا بابا بریز اینجا نرمت کن با دریای زیبا آواز استاد عطارو دوستان من خیلی معذرت میخوام من همین الان کنسرت بودم و یه مقدار صدام گرفته اگه دوستان عفو بکنن اجازه بدن یه فرصت دیگه پیش بیاد خیلی ممنون میشم من یه فرصت دیگه حتما جبران میکنم ببخشید البته استاد شکست نفسی میفهمه چون که در مجلس های قبلی هم که بودیم ایشون همینجوری بازم تعارف کردن و شکست نفسی کردن ولی وقتی که خوندن دیدیم که صداشون بسیار بسیار زیبا و جذاب بله البته من بارها گفتم واقعا من ارادت خاصی نسبت به جناب آقای عطارو دارم زیباترین چیز در دنیا دریاست استاد خواهش میکنم بیشتر از این دوستان رو منتظر نذارید و با صداتون فضا رو عطرآگین کن نفس باد صبا مشو چهان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد نگران خواهد شد نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد
سلام بینندگان عزیز. با میزگرد دیگری از مجموعه میزگردهای موضوعات علمی و اجتماعی در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب در خدمت 3 استاد جوان هستیم. 3 جوانی که نمونه فداکاری و نیکوکاری در جامعه هستند. من مهمانان برنامه امشب رو به ترتیب خدمت شما معرفی میکنم. آقای رضا عطاران، متخصص گفتار درمانی، آقای یوسف صیادی، متخصص در زمینه مشاوره مسائل جوانان و آقای داوود اسدی، متخصص و کارشناس آسیب‌شناسی اجتماعی. من از شما اجازه میخوام که نخستین سوال میزگرد امشب رو از مهمانان عزیزمون بپرسم. ما میخوایم که امشب از مهمانانمون راجع به آسیب‌شناسی اجتماعی و بهداشت روان که این روزها بحث داغی هست و همه جا راجع بهش صحبت میشه بپرسیم. خواهش میکنم. خب اجازه بدید من براتون موضوعی که شما مشکل موضوع همه جوانان من خواستم بگم این مسائل خیلی باید مسئله که از جوانان به نام هر جوانی بسیار زیادی در این مورد هست، کتابای خیلی مطور و خیلی مهمی. مثلا در بازار خودم رفته بودم دیدم اونهای کتاب شما خیلی مستقیم باید تشریف ببرید. مشکل زیادی هستش که جوانان را احاطه کرده، ولی بهترین راه برای مقابله من تجربه دارم، شما تجربه دارید، ایشون تجربه دارن، منم تجربه دارم. خب منم تجربه دارم. میگه شما تجربه ندارید. هر کسی تجربه داره. شما فکر کنید تجربه های همه رو می‌ریزید رو هم، همه میشه 3-4 تا تجربه. موقعی که شما تجربه شده های تجربه ها رو جمع کنید میشه متجربه. کودکان بحث به نظر من البته به نظر من این تجربه ها باید با این نحوه رو در تبدیل به رعایت کرد. موقعی که شما مستقیم تجربه ها رو شب کنید میبرید کنار همین چیز رو با فکر واسط نگاه جدی باید بهش برخورد کرد. اصلا مجری نبود. به نظر شما مجری بودین؟ اصلا مجری نبودین. کی بود؟ ولش کن. راستی رضا چیکار کردی فوتبال ها؟ رفتیم فوتبال